سلام به همراهان عزیز کانال همه چی دون. امروز قراره وارد یکی از تاریک ترین و عجیب ترین پرونده های قتل در جهان بشیم. پرونده ای که بیش از 100 سال از آن میگذره، اما پلیس هنوز نتونسته قاتل رو شناسایی کنه. داستانی درباره یک خانواده که در مزرعه‌ای دور افتاده زندگی میکردن و قاتلی که شاید ماها بدون اینکه کسی بفهمه داخل همون خونه زندگی میکرده. خوش اومدید به پرونده اسرارآمیز هینتر کایوف. در یک منطقه روستایی سال 1922 در کشور آلمان مزرعه‌ای به نام هینتر کایوف وجود داشت. خانواده 6 نفره در آن زندگی می‌کردند. آندریاس نام پدر خانواده بود که او مردی بسیار سختگیر بود. کازیلیا همسر آندریاس، ویکتوریا دخترشون که زنی 35 ساله بود و 2 کودک، یکی دختر 7 ساله و یک پسر 2 ساله و خدمتکارهای تازه وارد. این خانواده زندگی آرامی داشتند، اما محیط خانهشان به شدت منزوی بود. هیچ همسایه نزدیکی نداشتند و کمتر کسی به آنجا رفت و آمد می‌کرد. اما تنها چند ماه قبل از وقوع جنایت اتفاقات عجیبی شروع شدند. آندریاس به همسایه‌ها گفته بود که رد پاهای تازه‌ای در برف دیده که از جنگل به سمت مزرعه میان، اما هیچ رد پایی به سمت جنگل بر نمیگرده. چراغ بالای انبار شبها روشن میشد. صدای قدم‌ها در اتاق زیر شیروانی شنیده میشد. وسایلی جابجا میشدن، اما هیچ کس ادعا نمیکنه که این کارو کرده. خدمتکار قدیمی خانواده بعد از شنیدن صداهای مشکوک در شب ترک کار میکنه و میگه خونه جن زده است. خانواده هینتر کایوف متوجه شده بودند که شاید فرد ناشناسی شبها در گوشه از خونه زندگی میکنه، اما هیچ وقت موضوع رو جدی نمیگیرن. و این ترسناکترین بخش ماجراست. قاتل احتمالاً ماه‌ها در اون مزرعه بوده. در غروب یکی از روزهای سرد قاتل نقشش رو عملی میکنه. طبق شواهد پلیس اون اول خانواده رو فریب میده. با ایجاد صداهایی در انبار یکی یکی اعضای خانواده رو بیرون میکشه. اول آندریاس پدر خانواده، بعد کازیلیا، سپس ویکتوریا و هر کدام در لحظه ورود به انبار با ابزار سنگینی مثل تبر یا چکش، یخشکن از پشت سر مورد ضربه قرار میگیرن. قاتل اونها رو یک به یک به انبار کشونده بدون اینکه دیگران بفهمن که چه اتفاقی افتاده. بعد از قتل 3 بزرگسال قاتل به داخل خونه میره. دختر کوچک خانواده در تخت خوابش پیدا شد با نشانه هایی که ثابت میکرد ساعتها زنده بوده و موهاش رو از ترس کشیده بوده. پسر 2 ساله نیز در گهواره کشته شده بود. خدمتکار تازه وارد که فقط چند ساعت بود به خانه آمده بود همان شب کشته شد. در مجموع 6 نفر در سکوت کامل از بین رفتند. پلیس پس از ورود به خانه با یکی از شوکه کننده ترین صحنه‌های تاریخ روبرو شد. قاتل 3 روز پس از قتل‌ها در خانه زندگی کرده بود. چرا؟ چون حیوانات مزرعه غذا داده شده بودند. بخاری خونه روشن مونده بود. نون تازه‌ای پخته شده بود. دود از دودکش بیرون می اومد. غذای داغ در آشپزخانه دیده شده بود. یعنی قاتل هیچ عجله‌ای برای فرار نداشت. انگار که این خونه خودش بود. پلیس در طول سالها 10 نفر رو بازجویی کرد. شوهر ویکتوریا، دختر خانواده،
گفته میشد شاید اون برای انتقام اومده، اما سالها پیش فوت کرده بود. یه زندانی فراری که ردی ازش پیدا نشد و هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن اون نبود. یکی از همسایه ها اون انگیزه مالی داشت، اما هیچ وقت نتونست ثابت بشه. برخی از همسایه ها معتقد بودند شاید یک سرباز گم شده از جنگ جهانی این کارو کرده. برخی محققان میگن این قتل‌ها شبیه یک قاتل سریالی آموزش دیده بوده که قبل و بعد اون نیز جنایت مشابهی انجام داده، اما هیچ کدوم از اینها هرگز ثابت نشدند. پلیس حتی در سال 2007 هم دوباره پرونده رو بررسی کرد، اما باز هم به بنبست خورد. اینترکایوف از اون دست داستان‌هایی که هرچه بیشتر دربارش تحقیق می‌کنی بیشتر سردرگم میشی. قاتل ماه‌ها در خانه زندگی کرد که قرار بود 6 نفر رو در اون بکشه. هیچ کس نفهمید چه کسی بود، چرا این کار رو کرد و چطور بدون رد پا ناپدید شد. پرونده‌ای که بیش از یک قرن بعد هنوز هم کابوس تاریخ آلمانه. حالا شما بگید، به نظر شما قاتل چه کسی بود؟ آیا فردی ناشناس از جنگل اومده بود یا کسی که خانواده به اون اعتماد داشت؟ نظرهاتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. دوستتون دارم. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. به امید دیدار.